بریم که 500 پرس چلو کباب مجلسی داریم برای افطار مشغولش بشیم. بریم امید خدا. عزیزان گوشتی که یه بار چرخ شده، پیاز میخوره، نمک میخوره و دوباره چرخش میکنیم با دنده کبریتی تا نرم بشه و آماده بشه برای سیخ گرفتن. به نام خدا بریم که کوبیده ها رو سیخ بگیریم. به دستگاه اتوماتیک زده میشه و پخته میشه، میچرخه و از اینجا میزنه بیرون و میره داخل دیگ. دیگ داره پر میشه. خدا را شکر بچه ها مشغولن. ماشاءالله ماشاءالله. گوجه ها رو دارن سیخ میگیرن برای غذای امشب. جانم بریم امید خدا. بابا ویل بتن گردن